مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینا. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد.